نعم يعني رمضان شهر شيء عبادات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هم با yani çıkarı ki gültemo روزان ده گذرونده شب تراویح خوندن یعنی همین جنده امام رحمه الله اجر فضیلت نماز تراویح میگوید فضیلت نماز تراویح حدیث ابو هریره آورد که رسول صلی الله علیه وسلم میگوید که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیه. معنای این حدیث چه؟ یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگه که من قام رمضان، قام یعنی قیام اللیل، یعنی کسی که نمازهای شبانه خوند رمضاننده به شرطی که چه ایمانند، یعنی حالت کونه مؤمنا به و محتسبا ایاه غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی گناه های همه کردش چی بشده بخشیده میشده است. گناه های همه کردش چی میشد و آدم بخشیده میشد. معنای ایمانن ای اعتقادا منه نعم بحق فرضیته من الله عز وجل. يعني هو يعتقد يعني اعتقادا منه بحق نعم فرضيته يعني فرضية رمضان من الله عز وجل. يعني همه میگوید که رمضان ما با الله فرض کرده اعتقاد میکنن. یعنی رمضان یعنی این چیز یعنی عرف عادت نه بابای اوچه نه، یعنی چی؟ الله سبحانه و تعالی ما با امر کرد. احتسابا يعني محتسبا اجره من الله عز وجل، يعني يحتسب يطلب يرغب في الاجر الى الله عز وجل. اذا رغبتش اجر از کی میطلبد؟ از الله سبحانه و تعالی. انا من آدم گناههای کردش همش چی میشه؟ بخشیده میشه. اذا من صام رمضان و قام نعم من صام رمضان و قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم اینجا یعنی چی میشه؟ یعنی این فضیلت رمضان و قیام اللیل در رمضان. قیام اللیل در چی؟ در رمضان. قیام اللیل در رمضان یعنی به شرطی که باید که شود، یعنی این نعم به اعتقاد و به احتساب، یعنی برای مردم نشون دادن نه برای چیه، فقط برای الله. و احتساب یعنی اجرم یگونه از الله میطلبی. علمین آدم همه گناههای کرده ایش چی بشد؟ یعنی بخشیده بشد گناه. حتی روایت امام احمد انده از روایت حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابو هریره اومده که و ما تأخر، زیاده چی اومدگی و ما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. اذا گناههای نعم ما تقدم گناههای کردگیش و گناههای می آمدگیش همش چی میشد؟ یعنی نعم گناههای کردگیش و می آمدگیش همش چی میشد؟ یعنی بخشیده میشن. فهمده؟ همش. یعنی این حدیث بعض اهل علم شاذ میگن، لیکن حقیقتا یعنی چی؟ ابن حجر صحیح گفتگی و كذلك حدیث عباده بن صامت اومدگی حدیث چی میشد؟ یعنی صحیح میشد. حدیث صحیح که یعنی زیاده چی و متأخر ایدن گناههای کرده و میکردگیش یعنی همش چی میشد؟ بخشیده میشد. طبعا یعنی اینجا مراد به گناه صغیره، اما گناههای کبیره چی به محتاج؟ توبه به محتاج. و گناهایی که بین آدما شدگی یعنی این باید که حق صاحبش به گاروندتی، یعنی اینه که کسی مالش دوزیدگی خلاص روزه میداری روزت قبول وقت نه وای گردنن باقی بمونه. هم باید که چوای حق مردم تو نگارونی و چوای توبت قبول نمیشه. نه سونه درباره قیام